در زبان میگه لکن عقیده به گپ خود نداره. بعضی کسا هستن که یک تعداد زیاد مسلمان ها را به کفر میکشن. همین رفع الیدین کار وهابی است و این کفر است و وهابی کافر. پس اگر ثابت شد در احادیث صحیحی که پیغمبر خدا رفع الیدین کرده، اگر ثابت شد که چندین هزار تن از صحابه کرام رفع الیدین میکردن، پس معلوم میشه که تو پیغمبر هم وهابی گفتی و پیغمبر هم کافر گفتی. یا نفس ان لم تظفری لا تجزعی. در زبان میگه لکن عقیده به گپ خود نداره. بعضی کسا هستن که یک تعداد زیاد مسلمان ها را به کفر میکشن. مثلا امروز بعضی کسا در افغانستان به این عقیده هستن و این عقیده را برشان انگلیس ها دادن. عقیده چی هست؟ که اگر یک کسی مثلا یک سنت پیغمبر کرد که در مذهب ما نیست. ببینید 4 مذهب حق است. علمای اهل سنت میگن هر 4 مذهب اهل سنت حق است. حنفی میگه حق است، شافعی حق است، مالکی حق است، حنبلی حق است. در زبان میگه لکن عقیده به گپ خود نداره. همین علما که میگه به گفته به می عقیده نداره. مثلا حنفی آمین بالجهر نمیگه، شافعی میگه، حنبلی میگه، مالکی میگه. پس تو چطور میگی این مذاهب حق است وقتی که در پالوت یک حنبلی ایستاد شد گیریم این نفر حنبلی و گفت آمین؟ اینه میگه نه، اینه باز نمیگه که حنبلی اهل سنت است، میگه ای وهابی است. خب ای وهابی شد. آل برمت تشریک و خی وهابی کیست؟ میگه وهابی کافر است. و خودش هم دعوتگر است. من از بیگانگان هرگز ننالم که بر من هر چی کرد آن آشنا کرد. تو آشنایی که در لباس دعوتگر مسلمان، در لباس جوان مسلمان، موسفید مسلمان در صف مسجد کت ما هستی و تو میگی که مسلمانی که آمین میگه وهابی است و وهابی چی است؟ کافر است. یعنی با گفتن آمین و اگر در حدیث پیغمبر ثابت شود که پیغمبر هم آمین بالجهر گفته، پس تو با این گفت پیغمبر هم کافر گفتی. شکلش براتون نشانم. اگر گفت کسی با انگشت خود حرکت میته این کافر است، وهابی هست، پس اگر ثابت شد در صحیح مسلم حدیث برات کشیدم که پیغمبر خدا با این انگشت خود اشاره کرده و شورش هم داده و گفته که این شور دادن انگشت آنقدر سخت است برای شیطان مثل که در قلب شیطان که شمشیر زده باشی، پس معلوم میشه که تو پیغمبر هم وهابی گفتی و پیغمبر هم کافر گفتی. ابوبکر صدیق هم کافر گفتی، حضرت عمر هم کافر گفتی، صحابه کرام کلشو کافر ساختی. اگر بگویی که همین رفع الیدین کار وهابی است و این کفر است و وهابی کافر است، پس اگر ثابت شد در احادیث صحیحی که پیغمبر خدا رفع الیدین کرده، اگر ثابت شد که چندین هزار تن از صحابه کرام رفع الیدین میکردن، باز چی میگی؟ پس ایناله وقتی که تو دعوتگر مسلمان هستی جواب الله را چی میدی؟